پهلوانان آفرین خواندند بر زال، گفتن از خدا میخواهیم که آز و مرگ و نیاز را از تو دور بکنه و مباد آن روزی که دشمن به تو دست پیدا بکنه. هموار تو پیروز باشی بر دشمن. ببینید دوستان چقدر این نیایش ها زیباست، این آفرین ها زیباست. من خواهش میکنم که از خدا این خویشکاری رو داشته باشه. پیامک بدیم به دوستمون، پایان این پیامک یه بیت این گونه از شاهنامه بیاریم. چقدر زیباه، چقدر زیباتره تا چیزای دیگه بنویسیم. ز تو دور باد آز و مرگ و نیاز، مبادا به تو دست دشمن دراز. چقدر زیباه. سپندار از پاسبان تو باد، ز خرداد روشن روان تو باد. شما را جهان آفرین یار باد، همیشه سر بخت بیدار باد. یه چیزی بنویسیم برای دوستمون، آخرش هم یکی از این ابیات رو بنویسیم. هم یاری رسوندیم به این که زبان پارسی رو گسترش بدیم، شاهنامه رو گسترش بدیم، همین نیایش های زیبا رو برای اونها انجام دادیم، این آفرین های زیبا رو برای اونها خوندیم، تو پیامک هامون بنویسیم، تو گفتگو هامون اینها رو به کار ببریم. چقدر زیباتر میشه اطراف ما جایگاهی که هستیم با این سخنان زیبایی که استاد بزرگوار ما فردوسی برای ما به یادگار گذاشته.